رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. و همه نفس و شیطان را ناامید کردن و آمدن به خانه الله. اینها همه از زحمات و تلاش ها و استقامت های بزرگان صدر اسلام بوده است. استقامت در دین خیلی مهم است. شاید بلال را سر میدهد که احد خبر به پادشاه میدهد که نتیجه نمیدهد، میگد یک دیگ آب جوش مهیا کنید. در پیش چشمان عبدالله ابن حذافه 3 مسلمان از اسرا را بیاورید، به آب جوش بیاندازید تا این که بترسه و از دین برگرده. الله اکبر، چقدر عاشق به دین بودن، چقدر استقامت داشتن. آنچه که از دست تو می آید انجام بده. انما هذه الحیات الدنیا. ما را خیلی کاری بکنی فرعون در دنیا شکنجه میکنی، ولی ما انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا. ما به ذات ایمان آوردیم که الله گناهان ما را بخشیده. الله برای ما وعده جنت داده، الله وعده دیدار داده، الله وعده بهشت داده که ولکم فیها ما تشتهی انفسکم فقضی ما انت قاض. هر حکمی که داری انجام بده. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال. صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا آورد. خدمت همه حاضرین گرامی، موسفیدان گرانقدر، جوانان عزیز و همه بندگان عاشق الله، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با کسب اجازه از محضر شما بزرگواران و خصوصا از جناب
حضرت مولانا عزیز الله مفلح حفظه الله، امام جمعه این مسجد مبارک که این لحظات و این فرصتها را برای ما مهیا ساختن، از ایشان تشکری بنماییم و من هم به نوبه خود سلام مسئول انجمن ادبی و عرفانی پیر هرات را که در جمع ما حضور دارند خدمت یک شما عزیزان به عرض می رسانم. امروز روز جمعه مبارک هست. زمان مبارک، مکان مبارک، جمع هم جمع مبارک. نعره تکبیر! نعره تکبیر! نعره تکبیر! همه ما را الله در خانه خیش دعوت کرد. جوانان، نوجوانان، موسفیدان، همه آمدیم تا اینکه با خالق خیش آشنا بشیم. همه آمدیم تا اینکه از او ذاتی که همه این نعمتها را برای ما ارزانی کرد، نعمت اسلام، نعمت قرآن، نعمتهای مادی و معنوی، نعمتهایی که خودش فرموده و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها. آمدیم تا این که اظهار بندگی داشته باشیم، آمدیم تا این که اظهار کنیم که ای الله ما تمرد و سرکش نیستیم، آمدیم تا این که بگوییم ای الله ما بنده ضعیف و ناتوانیم و در مقابل عظمت و بزرگی تو پیشانی خیش را سر به سجده میگذاریم و میگوییم سبحان ربی الاعلا. ای الله تو ذات بالا و والا و بلند هستی و تو لیاقت سجده را داری و غیر از تو دیگر هیچ کس این لیاقت و شایستگی را ندارد. سروران عزیز و بزرگوار، خیلی خوشحال هستم از شهر خواجه انصار، از شهر واعظ کاشفی، از شهر مولانا عبدالرحمن جامی، از شهر امام فخر رازی، خلاصه از شهر مفسرین و محدثین، امروز خود را در جمع شخصیت‌هایی که در شهر تمیم انصار و جابر انصار و عاشقان و عارفان زندگی می‌کنند خود را می‌بینم. پیرامون صحبت بنده ارتباط به استقامت در دین مبین اسلام هست. آیا ما می‌دانیم که این نماز جمعه که ما ادا می‌کنیم و این صحبتی که ما می‌نماییم و این عزیزان، جوانان و نوجوانانی که در این شرایط که پر از فتنه و فساد هست، اینها همه هوا و هوس را کنار گذاشتن و همه نفس و شیطان را ناامید کردن و آمدن به خانه الله الله. اینها همه از زحمات و تلاش ها و استقامت های بزرگان صدر اسلام بوده است. استقامت در دین خیلی مهم است. شاید صحبت های بنده برای عزیزان تکراری باشد، چون جناب حضرت مولانا حفظه الله، جناب استاد مفلح، از صحبت ایشان من دانستم که جمعیتی که پایین این منبر نشسته هست از همه مسائل دین و احکام اسلامی آگاهی کاملی خواهند داشت
ولی به عنوان وظیفه و به عنوان تذکر و به عنوان یک طلبه و به عنوان یک خادم دین و به عنوان یک داعی الی الله و به عنوان این که الله سبحانه و تعالی این مسئولیت عظیم و بزرگ را بر عهده ما گذاشته، موضوعاتی را که بیان می کنم اول به خاطر این که خود بنده عامل به دین باشم و متوجه این قضیه بشم که این دین به آسانی برای ما نرسیده و بعداً هم تذکری باشد برای عزیزان و سروران گرامی. آیه که تلاوت شد الله سبحانه و تعالی می فرماید ان الذين قالوا ربنا الله، همانا کسانی که میگویند پروردگار ما الله هست. این واضح و مشخص هست. حضور ما در مسجد و شعار ما که میگوییم لا اله الا الله محمد رسول الله دلالت بر این میکند که ما گفتیم پروردگار ما الله هست. ما غیر از الله دیگر خالقی نداریم، غیر از الله دیگر پروردگاری نداریم. گفتیم ان الذين قالوا ربنا الله، ما شامل شدیم در مکتب کسانی که میگویند پروردگار ما الله هست. ما در مکتب شامل شدیم که در اون مکتب ابوبکر و عمر و عثمان و علی و سعد و سعید و طلحه و زبیر و سایر صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین داخل شده بودند. حالا ادامه اش می فرماید با این مکتب که داخل شدی ثم استقاموا، استقامت به کار هست، صبر و بردباری و خلاصه این که در مقابل مصائب و مشکلات تو باید صابر باشی. ثم استقاموا، هنگامی که در دین داخل شدی استقامت بکن. همراه تو کیست؟ تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه می آیند، ملائکه که در بدر با پیامبر همراهی کردن، ملائکه که در بدر به خاطر دفاع از دین در سرزمین بدر و در دشت بدر بیش از 3000 ملائکه و 5000 ملائکه در خدمت پیامبر قرار گرفتن. تو کسی که در دین استقامت کنی تتنزل علیهم الملائکه، این ملائکه چی پیامی دارن؟ الا تخافوا ولا تحزنوا، ای امت اسلام شما نترسید، شما غمگین نشوید. الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه، بشارت و مژده میدهند بهشت را، بهشتی که الله سبحانه و تعالی او بهشت را برای انسانهایی که در راستای دین استقامت میجویند. استقامت به کار هست، خیلی استقامت لازم است. امروز دشمن عظیم و بزرگی که به وجود من و شماست نفس و شیطان هست. این نفس و شیطان جوانهای ما را از راه مسجد میگرداند، ولی جوان هست که با مشت کوبنده بر دهن نفس و شیطان میزند و وضو میکند و میآید به خانه الله. این نشستن استقامت میخواهد. حضور الله میگه به این جوانها، به این اهل مجلس، کسانی که به مسجد آمدن و ابشروا بالجنه، مژده بهشت بدهید. ملائکه مژده بهشت میدهند و ابشروا بالجنه. ادامه آیه می فرماید این بهشت چی جایگاه است؟ ولکم فیها ما تشتهی، آنچه که نفسهای اشتها داشته باشد، آن خواهشی که انسان و اهل بهشت داشته باشند در بهشت برایشان مهیا هست. این بهشت مال کیست؟ جای کیست؟ جای تو عزیزی که در دین استقامت میکنی، در راستای عبادت استقامت میکنی، در راستای دین تلاش میکنی و در راستای اعلای کلمت الله زحمت میکشی. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون. کسی دعوتی و مهمانی را ترتیب میدهد،
یک کارت می نویسد، پایین کارت می نویسد از طرف فلانی، نام خود را تذکر می دهد، آدرس خود را. خلاصه الله سبحانه و تعالی با این آیه مبارکه آدرس بهشت را می دهد و قضایی که در بهشت ترتیب یافته شده میگه آنچه که نفس تو اشتها دارد برای تو مهیاست. کارت از طرف کیست؟ این مهمانی نزلا، این مهمانی نزلا من غفور رحیم، این مهمانی از جانب او ذاتی که غفور هست، او ذاتی که رحیم هست، او ذاتی که مهربان هست، او ذاتی که بندگان خود را دوست دارد، او ذاتی که به خاطر هدایت بندگان بیش از 1,24,000 پیامبر میفرستد، ذاتی که به خاطر هدایت بندگان قرآن میفرستد. میفرماید نزلا من غفور رحیم. چی مهمانی هست؟ بحث ما بحث استقامت هست سروران عزیز و بزرگوار. این نشستن مسجد و این عبادات و این دعوت و تبلیغ با خون اصحاب جلیل القدر رسول معظم اسلام برای ما رسیده هست. این که ما میگیم لا اله الا الله محمد رسول الله، این که از مناره مسجد با آزادی کامل فریاد میزنیم که اشهد ان محمد رسول الله، این آزادی را در تمام عرصه ها بندگان الله در راه دین استقامت کردن. دین مشکلات دارد، مشکلاتش چیست؟ استقامت خیلی سخت است سروران عزیز و بزرگوار. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، سختی ها دارد، مشکلات دارد. خلاصه شاید وقت برای ما انقدر فرصت ندهد، روز جمعه هست، بحث سریعتر میگذاریم. در زمان حضرت موسی علیه السلام فرعون ساحران را جمع می کند، ساحران می آیند، اینها را فرعون در مقابل حضرت موسی قرار می دهد. وقتی که ساحرها معجزه حضرت موسی را می بینند و بعد می گویند آمنا برب هارون و موسی، ما ایمان آورده ایم. فرعون برای ساحران وعده قدرت داده بود، فرعون برای ساحران وعده ثروت داده بود، فرعون برای ساحران وعده مقام و چوکی داده بود. فرعون گفت که بحث من و شما چنین نبود. شما چگونه شعاری دارید که میگویید آمنا برب هارون و موسی؟ اینجا فرعون تصمیم گرفت، گفت دست و پای شما را قطع می کنم، شما را شکنجه می کنم. اینجا شعار مؤمنین حضرت موسی میگویند که فقض ما انت قاض. آنچه که از دست تو می آید انجام بده. انما هذه الحیات الدنیا، ما را خیلی کاری بکنی فرعون در دنیا شکنجه میکنی، ولی ما انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ما به ذات ایمان آوردیم که الله گناهان ما را بخشیده، الله برای ما وعده جنت داده، الله وعده دیدار داده، الله وعده بهشت داده که ولکم فیها ما تشتهی انفسکم فقض ما انت قاض. هر حکمی که داری انجام بده. فرعون آن مؤمنین حضرت موسی را شکنجه می کند. استقامت در دین هست. فرعون شخصیتی بود که مالک و مختار کامل مصر قرار داشت، به حالتی رسیده بود که می گفت انا ربکم الاعلی. ولی همسر فرعون آسیه یک زن هست که قرآن او را برای ما به عنوان نمونه و به عنوان اسوه برای مسلمان ها مثالی بیان می کند. وضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنه. آسیه آشنا با الله می شود، آسیه آشنا با ذات اقدس الهی می شود. آسیه که مالک دل فرعون بود،
یک زنی که زن پادشاه باشه چقدر عیش و عشرت و استراحت داره، چقدر بین جامعه مورد عزت و حرمت است. ولی آسیه میگه لا اله الا الله، ذات اقدس الهی را به یگانگی میشناسد. نعره تکبیر! نعره تکبیر! نعره تکبیر! فرعون میگه آسیه تو همسر منی، تو عزیز دل منی، تو کسی هستی که همه خلاصه با من میاندیشن و من با تو میاندیشم و فکر میکنم. اگر میخواهید برای تو قصری میسازم، اگر دوست دارید همه امکانات را به دسترس تو میگذارم، ولی دست از این بردار، مرا به عنوان خدا بپذیر و قبول کن. از آغوش فرعون آسیه ارتباط برقرار می کند با ذات اقدس الهی. وقتی فرعون ناامید می شود که همسرش او را به عنوان خدا قبول نمی کند، اینجا تصمیم می گیرد که آسیه را به وضعیت خطرناک او را شهید کند. آسیه دستان خود را بلند می کند، اذ قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنه، ای الله مرا در آغوش خود بپذیر و در کنار و جوار رحمت خود خانه بساز. نعره تکبیر! نعره تکبیر! و نجنی من فرعون. این همسر است، زن یک پادشاه است، زن کسی است که همه قدرت و ثروت داره. دستان خود را بلند میکنه، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنه، ای الله تو را میخواهم، و نجنی من فرعون، ای الله مرا از فرعون نجات بده، و عمله و از شر فرعون نجات بده، و نجنی من القوم الظالمین، ای الله مرا از شر این قوم ظالم نجات بده. این استقامت در دین هست سروران عزیز و بزرگوار. عشق با الله خیلی ارزش دارد، استقامت در دین خیلی ارزش دارد، پایداری و صبر و بردباری در دین خیلی ارزش دارد. جوار پروردگار، قرب پروردگار، آغوش بلا کیف پروردگار نصیب می شود. آسیه به او مقامی که خواست میرسد. الله زندگی نامه استقامت آسیه را برای مسلمان ها میگوید، و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. ای مسلمان ها میگه، ای مسلمان ها، ای مسلمان ها، استقامت آسیه، ای زنان مسلمان، استقامت آسیه. آسیه به آغوش فرعون با خدا وصل میشه، ولی امروز بعضی از زنان مسلمان به آغوش مسلمان، ولی اونها به سوی بی‌عزتی و بی‌حجابی و به سوی فرهنگ های غربی و بیگانه کشانده میشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، استقامت پیامبر در دین، رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم، رحمت للعالمین، سردار دو جهان محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم چقدر در راستای دین مشکلات میبینن، سختی ها میبینن، مشکلات را متحمل میشن. در غزوه بالاخره سفر طائف، در احد و همچنین جاها و غزوات دیگر. به خاطر چی؟ به خاطر دین الله، به خاطر که من و شما اقامه نماز جمعه داشته باشیم، به خاطر که ناموس مسلمان او چادر عزت و عفت از سرش دور نشه. همه این استقامت ها به خاطر چیست؟ به خاطر سرفرازی و سربلندی امت اسلام. استقامت تمیم انصار، جابر انصار، اینها به این دامنه های کوه که مسما به شهدای صالحین هستند، اینها به خاطر چی آمدن؟ به خاطر این آمده بودن که برای ما درس بدن که ما نماز جمعه داریم، ما عزت و عفت داریم. ناموس مسلمان باید همچون خدیجه الکبری و عایشه صدیقه و زینب ام کلثوم و فاطمه الزهرا زندگی بکنه. عزیزان من،
در دین باید استقامت. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، باید استقامت کرد. صحابه می آید به محضر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم، یا رسول الله برای من 2 جمله بگو که من تا اخیر عمر پیش کسی سرگردان نشوم، از کسی دیگری پرسان نکنم و او 2 کلمه سبب سرفرازی دنیا و آخرت من شود. رسول الله فرمودن قل آمنت بالله ثم استقم، بگو که ایمان آوردم به الله و با این جمله استقامت بکن. چون ایمان آوردن به الله مشکلات، سختی ها، شکنجه ها، اسیر شدن ها، همه اینها را پشت سر داره. مسلمانان صدر اسلام به خاطر دین الله خیلی شکنجه شدن، ولی در مقابل همه شکنجه ها استقامت کردن. حضرت عبدالله ابن حذافه یکی از اصحاب رسول خداست. فکر میکنم وقت ما رو به اتمام هست. حضرت عبدالله ابن حذافه یکی از اصحاب رسول خداست. یک جوان هست، نیروی جوانی داره، قوت جوانی داره، خلاصه در اوج جوانی هست. در یکی از جنگ ها اسیر می شود. پادشاه روم خبر می شود که عبدالله ابن حذافه یکی از شجاعترین مردان صدر اسلام هست. او را میگوید که اسیر کنید و شهید او را نکشید و به همین ترتیب او را می آورند در محضر امپراتور روم. از او کار میگیرد برادر، او را برادر مخاطب می کند، دوست مخاطب می کند، عزیز من مخاطب می کند. برای تو قدرت می دهم، برای تو چوکی می دهم، تو را وزیر اول و دوم استاده می کنم، ولی چی می شود که در کابینه امپراتور روم کار بکنی؟ گفت ما درس نگرفتیم که دنبال محمد را رها کنیم، ما در مکتبی نرفتیم که با قدرت و ثروت فریب بخوریم، ما با الله معامله کردیم، ما با احکم الحاکمین و اعدل العادلین ما بالاخره معامله کردیم. معامله دنیایی نیست. پادشاه محروم می شود، مایوس می شود، میگه این را ببرید بترسانید، خلاصه این را شکنجه کنید. عبدالله ابن حذافه را می آورن در یک جای، خلاصه با آب شکنجه می کنن، ولی بلند می شود میگه لا اله الا الله محمد رسول الله. عبدالله ابن حذافه را با یک ستون می بندن و تیرها را از هر طرف به سویش شلیک می کنن به خاطر اینکه بترسه، وحشت پیدا بکنه. ولی او میگوید که الله الله، شعار بلال را سر میدهد که احد احد. خبر به پادشاه میدهند که نتیجه نمیدهد. بلال را سر میدهد که احد احد، خبر به پادشاه میدهند که نتیجه نمیدهد. میگه یک دیگ آب جوش مهیا کنید، در پیش چشمان عبدالله ابن حذافه 3 مسلمان از اسرا را بیاورید، به آب جوش بیاندازید تا اینکه بترسه و از دین برگرده. الله اکبر، چقدر عاشق به دین بودن، چقدر استقامت داشتن، چقدر با خدا عهد و پیمان عاشقانه بسته بودن. عبدالله ابن حذافه می آورند در کنار آب جوش، یکی از مسلمان ها را به آب جوش می اندازن، به او جان می دهد. فرد دومی را می آورن، سومی را می آورن، نوبت 4م عبدالله ابن حذافه هست. وقتی ای را طرف دیگ آب جوش می آورن، عبدالله ابن حذافه گریه می کند. میگن دست نگه دارید که عبدالله ابن حذافه ترسیده. خبر میدن به پادشاه که ترسیده. و بعدن پادشاه میگه چی میشد که از ابتدا همین پشیمانی و ندامت برای تو دست میداد؟ عبدالله ابن حذافه میگه گریه من از این است که عبدالله ابن حذافه یک جاندار داخل این آب جوش میده. ای کاش برای عبدالله ابن حذافه 100 جان می بود که داخل این آب میداد. ای کاش 100 جان می بود که داخل این آب جوش یک جان پی دیگر جان بر طبق اخلاص میگذاشت و به الله تقدیم میکرد. ان الذين قالوا ربنا الله
ثم استقاموا، کسانی که میگن پروردگار ما الله است باید در راه دین استقامت کنن، در راه دین خلاص صبر و پایداری از خود نشان بدن. سروران عزیز و بزرگوار، دین به مشکلات به ما رسیده، به سختی ها رسیده، با خون اصحاب رسول الله رسیده، با زحمات و تلاش های سربازان مکتب رسول الله به ما رسیده. تمیم انصار و جابر انصار با شکم گرسنه، با پای برهنه، با او شمشیر شکسته، ولی به خاطر این که من و تو خوشبخت بشیم، من و تو بهشتی بشیم، من و تو جنتی بشیم، من و تو به دیدار الله مشرف بشیم، میایه این را جان را فدا میکنه و در دامنه کوه افغانستان دفن میشه. آیا او زن نداشت؟ آیا خواهشات نداشت؟ آیا او زندگی را دوست نداشت؟ آیا او بالاخره زراعت و تجارت مدینه را نمیخواست؟ ولی دین الله را دوست داشت، به خاطر دین الله صبر و استقامت نشان داد و با الله معامله کرده. حضرت عثمان ذوالنورین خلیفه سوم اسلام چقدر زیباست. این حرف را اشاره میکنم و دعا میکنیم. چقدر جمع مبارک، شخصیت های مبارک، جوانان. قالوا فتى یذکرهم یقال له ابراهیم. ابراهیم یک جوان بود. اصحاب کف جوانانی بودن. انهم فتیة آمنوا بربهم. جوانان در تمام عرصه ها. این بزرگان و موسفیدان جوانانی بودن، در جهاد افغانستان سهم داشتن، صبر و استقامت و بردباری نشان دادن. و این جوانانی که امروز در خانه الله حضور پیدا کردن، این جوانها باید متوجه باشن که دشمن خیلی کار میکنه، خصوصا بر سر قشر جوان ما و بر سر خواهران مسلمان ما. امروز تلاش دشمن، هم غم دشمن، همه فکر دشمن سر دو قشر هست، قشر جوان و قشر خانم ها. فقط میخواد این دو قشر را خلاصه آلوده کند. ولی کور خانده. این جوان کی به نماز آورده؟ کدام ارتش آورده؟ کدام نظام آورده؟ این قوه ایمانی و عشق با الله است. از خانه بیرون میشه، از راه دور و نزدیک برمیخیزه. ای الله، عاشق تو هم میرم به خانه تو، میرم تا تو را سجده کنم، با تو معاشقه کنم، با تو عشق ببرزم. به واقعیت که این جوان امروزی که به خانه الله میآیه و بحث علم و علما را گوش میکنه، کم از او بزرگانی که در صدر اسلام در رکاب پیامبر بودن کم نخواهد بود. اشاره مختصر ارتباط به حضرت عثمان ذوالنورین. هنگامی که حضرت عثمان ذوالنورین بر تلاوت قرآن مشغولن، این را اشاره می کنم به این که امروز چقدر بر سر این کار می شود که چادر خیر النساء اهل الجنه از سر ناموس مسلمان برداشته بشه. چقدر امروز تلاش میشه با لباسهای خواهران مسلمان، با وضعیت زنان مسلمان. این را اشاره میکنم که دین با چی مشکلاتی به ما رسیده، با چی زحماتی رسیده. عثمان ذوالنورین در تلاوت قرآن مصروفن. در آن هنگام آن یاغی ها و آن انسان های از خدا بی خبر بر خانه عثمان ذوالنورین هجوم می آورند. در آن اثنا سربازان عثمان شمشیر را بر می دارند و از آن جمله وقت خانم حضرت عثمان متوجه میشه که شوهرش را میخوان شهید کنن، حضرت نائله شمشیر را بر می داره، در مقابل دشمنان استاده میشه. در آن اثنا قدیفه و چادر نائله بر شانه‌هایش میفته. موی حضرت نائله را دشمن میبینه. حضرت عثمان صدا میکنه ای نائله، به خدا قسم دوست دارم سرم از تن جدا بشه ولی موی تو را دشمن نبینه. امروز چقدر زنان مسلمان چادر خیر النساء اهل الجنه از سر ایشان افتاده.
سروران عزیز و بزرگوار، هر کدام ما تلاش باید کرد. همه ما مسئولیت داریم. با یک آمدن به نماز جمعه مسئولیت ما ادا نمیشه. هر کدام من و شما در اینجا نمایندگی از چند خواهر داریم، نمایندگی از همسر، نمایندگی از خواهر، نمایندگی از عمه و خاله و نمایندگی از دختر. اینجا آمدیم وقتی به خانه میریم خواهران را دعوت بدیم، خواهران را تبلیغ کنیم، خواهران را بگیم که والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. چی بسا مردان مؤمن، چی بسا زنان مؤمنه هستند که امر به معروف و نهی از منکر میکنن. الله سبحانه و تعالی برای همه ما توفیق بده تا اینکه در دین استقامت داشته باشیم، در دین تلاش کنیم. الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. اسلام بلند است، هیچ بلندی بالای اسلام نمی آید. انما المؤمنون اخوه. ما را اینجا چی سرگردان کرد؟ خدمت شما قرار بگیریم. هرات کجاست؟ دیروز با جناب حضرت مولانا استاد مفلح حفظه الله تشریف آورده بودن، صحبت کردیم. امروز ما رفتنی بودیم ولی اینها درخواست کردن، گفتن عاشقا هستن. این عشق را با ما و شما کی داد؟ این محبت را کی داد؟ این را ذات اقدس الهی. همه ما برادر هستیم، همه ما خلاصه در یک مکتب درس میخوانیم. بزرگترین حرکت دشمن و هدف دشمن اینه که بین مسلمان ها تفرقه ایجاد کنه. یکی را به نام قوم، یکی را به نام نژاد، یکی را به نام سمت، یکی را به نام منطقه، یکی را به نام قوم فلان و قوم فلان. همه این طلسمات را قرآن میشکنه و فقط میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. سروران عزیز و بزرگوار، اقبال چقدر زیبا میفرمایه. نه افغانو، نه ترکو، نه تتاریم، چمنزاریم و از یک شاخ ساریم. تمیز و رنگ و بو بر ما حرام است. حرامه که بگیم تو از فلان منطقه ما از فلان منطقه، تو از فلان لسان ما از فلان لسان. حرام است. نه افغان و نه ترک و نه تتاریم، چمنزاریم و از یک شاخ ساریم. تمیز و رنگ و بو بر ما حرام است که ما پرورده یک نوبهاریم. با زبان اردو اقبال میگه چین و عرب همارا، هندوستان همارا، مسلم ہے ہم وطن ہے، سارا جهان همارا. هر جای مسلمان هست برادر من و توست. هر جا زنی بی حجاب میشه و خواهر من و توست. هر جا که خواهر مسلمان بی عزت و بی عفت بشه او خواهر من و توست. هر جایی که غمی برای مسلمان میرسه او غم من و توست. هر جا که شادی برای مسلمان میرسه او شادی من و توست. در اطراف رسول خدا صهیب از روم است، بلال از حبشه هست، سلمان از فارس است، ابوبکر از مکه هست، سعد ابن معاذ از مدینه هست. ولی کاکای رسول الله که در خط اسلام نمی آید تبت یدا ابی لهب و تب. برو کنار. نمادی در خط اسلام، نیامدی زیر چتر اسلام، برو کنار. سلمان و منا، سلمان از ما هست، یک عجم، یک فارس نشین. ولی عرب اصیل میگه برو کنار. تبت یدا ابی لهب و تب. عبدالله ابن ابی ابن سلول در مکتب اسلام درست تربیه نشد. استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن یغفر الله لهم. اما ارتباط به حضرت صهیب و حضرت بلال چقدر قرآن زیبا میگه که اینها همه انما المؤمنون اخوه. بلالی که هیچ کس با او قضا نمیخورد، بلالی که هیچ کس او را به دسترخوان راه نمیداد، بلالی که هیچ کس با او صحبت نمیکرد. رسول الله میگه نرحنا یا بلال، بلند شوی بلال، ما را خوشحال بساز. بلال رئیس مؤذنین میشه. شب معراج رسول الله با امرای جبرائیل صدای خشخش به گوش رسول الله میرسه.
ای جبرائیل این صدا چیزی را نمیبینم. جبرائیل میگه این صدای پای بلال هست. یک غلام حبشی جایگاه پیدا میکنه ولی ارتباط به ابو جهل و ابو لهب و اینها. آتش جهنم آماده میشه. بناهن سر این موضوع کار کنیم. امروز دشمنان اسلام امت اسلام را تفرقه کردن. انما المؤمنون اخوه. دوستا درخواست دعا نمودن که به حق اسرا، به حق کسانی که اسیر شدن دعا کنیم. الهی پروردگارا کسانی که بیگناه اسیر شدن یا به جرم اسلام اسیر شدن، یا الله پروردگارا راه نجات ایشان را تو فراهم بساز. خدایا پروردگارا کسانی که به این جمع مریضی دارن، ای الله مریضشان را شفای عاجل عنایت بفرما. کسانی که به این جمع مشکلات دارن که با کسی گفته نمیتوانن، ای الله تو علیم بذات الصدوری و از قلب ها آگاهی. خدایا مشکلات این جمع و مشکلات کل امت اسلام را آسان بساز. خدایا پروردگارا بر همه مسلمان ها اتحاد و اتفاق و انسجام و همبستگی عنایت بفرما. خدایا بزرگان و موسفیدانی که به این جمع حضور دارن، یا الله اینها خیر و برکت جامعه. خدایا دعای ایشان را از سر ما کوتاه نگردان. خدایا جوانان ما را حفظ بفرما. بر جوانان ما صدق صدیقی، عدل فاروقی، حیای عثمانی و شجاعت حیدری عنایت بفرما. خدایا خواهران ما را حفظ بفرما. خدایا خواهران ما را با عزت و با عفت داشته باش. خدایا پسر دختر ما را هدایت بفرما. خدایا پروردگارا چند روزی که در دنیا هستیم ما را با قرآن و با اسلام و با عشق خود زنده بدار و با عشق خود بمیران. خدایا پروردگارا ما را در روز قیامت در زیر سایه عرش خویش قرار بده یا الله. خدایا پروردگارا ما را در روز قیامت از شفاعت سرور سالار انبیا محروم نگردان. خدایا پروردگارا دستان ما به طرف تو دراز است. خدایا یک امنیت سرتاسری در کشور ما عنایت بفرما. خدایا دستان مغرضین را کوتاه بگردان. خدایا کسانی که به این وطن اخلال میکنن، خدایا کسانی که میخوان این وطن را به ویرانی بکشانند، ای الله پروردگارا ایشان را هدایت بفرما. خدایا اگر قابل هدایت نیستن مکر ایشان و حیله ایشان را به سوی خودشان بر بگردان. خدایا پروردگارا مسئولین ما را هدایت بفرما. مسئولین ما را قرآنی بگردان. جامعه ما را قرآنی بگردان. خدایا پروردگارا 30 سال است به این مملکت جنگه، این ملت جنگ دیده. خدایا این جمعیتی که در اینجا هستن اکثرا جوان ها از روزی که تولد شدن تا امروز مشکلات میبینیم یا الله همه ما. خدایا پروردگارا این مشکلات را جمع کن از این سرزمین یا الله پروردگارا. ما را دشمنان به حال ما نمیگذارن. خدایا پروردگارا هرچی دشمن قویه، ای الله تو قوی تری، تو احکم الحاکمینی، تو عدل العادلینی. خدایا تو ذاتی که میگی لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. خدایا تو ذاتی که ان الله علی کل شیء قدیر. خدایا پروردگارا دستان مغرضین و دشمنان دین را از این سرزمین کوتاه بگردان. خدایا پروردگارا این محبتی که در بین امت اسلام این جمع هست خدایا پروردگارا بیشتر و بیشتر تر بگردان. خدایا همه علمای ربانی ما را حفظ بفرما، خصوصا جناب حضرت مولانا استاد مفلح را حفظ بفرما. خدایا پروردگارا علمای ربانی ما را حفظ بفرما. خدایا پروردگارا نهادها و انجمنهایی که به خاطر اعلای تو و به خاطر نام تو و به خاطر رضای تو کار میکنن، ای الله سرفراز و سربلند داشته باش. الهی تو ان کن که پایان کار تو خوشنود باشی به ما رستگار، نه ان کن که فردا در روز حشر تو ناخشنود باشی به ما شرمسار. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين.